عرض سلام و وقت بخیر. نبی مهر هستم، شرکت برنا الکترونیک. در 23مین نمایشگاه برق در خدمت میهمانان گرامی هستیم. شرکت برنا الکترونیک از سال 1370 فعالیت خودش رو در رده ساخت تجهیزات حفاظت کاتودیک شروع کرده و تا الان تجهیزات بسیار زیادی به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ارائه داده. تجهیزات ما در رده‌های مختلفی ساخته میشه، انواع ترانس رکتیفایرها، سه‌فاز، تک‌فاز، با خنک‌کاری روغن و هوا و حتی ما تنها تولید کننده ترانس رکتیفایرهای ضد انفجار در کشور هستیم. انواع باند باکس‌های ارتباطی در نوع مقاومتی یا شنتی رو به بازار عرضه می‌کنیم. اولین تولید کننده PCR های جامد هستیم در ایران. انواع در مشخصات و رده های مختلف در دو نوع سیف و ایکس تولید میکنیم. این تجهیزات رو تولید کننده سیستم های کنترل پایش از راه دور هستیم. به شرکت های گاز، نفت سیستم های خودمون رو دادیم، الان در مدار هستن و عملکرد خودشون انجام میدن. انواع تسترهای تجهیزات کاتودیک رو داریم، اسپای گپ تستر داریم، GPS های اینتراپتر رو داریم در دو نوع پورتاب و ساید در جریان‌های مختلف و میتونیم دیگه از تولیدات دیگه‌مون PCR مایع رو نام ببریم. بحث تولید آنودهامون در انواع مختلف هستش، آنودهای تزریق جریان، آنودهای فدا شونده. اولین تولید کننده آلود MMO در ایران هستیم و خوشحال میشیم که در 23مین نمایشگاه برق در خدمت شما میهمانان گرامی باشیم.